تا حالا شده حس کنی که توی یک رابطه‌ای هستی که دیگه برات شادی نداره. دیگه رشدت نمیده، شاید حتی داره آزارت میده، ولی یک نیرویی داره مجبورت میکنه که بمونی. یک صدای درونی که میگه اگه برم چی میشه؟ اگه نباشه چجوری ادامه بدم؟ این حس دقیقاً همون چیزیه که ما اسمش رو میذاریم زندان طلایی روابط. یک زندان که ظاهراً درهاش بازه، اما خودت قفلش کردی. سلام، به کانال روانیک خوش اومدین. من ساجد محمدی هستم، ارشد روانشناسی بالینی. امروز میخوایم در مورد یک موضوع خیلی مهم و شاید کمی دردناک صحبت کنیم. موضوعی که خیلی از ماها چه تو رابطه عاطفی، چه دوستی یا حتی روابط خانوادگی تجربهش کردیم. احساس اجبار در یک رابطه. خیلی مهمه که بفهمیم این احساس اجبار از کجا میاد. چون تا ریشش رو نشناسیم نمیتونیم از اون رابطه چه موندن با حال خوب و چه خروج آگاهانه یک تصمیم درست بگیریم. هدف ما امروز اینه که با همین زنجیره رو بشناسیم و در نهایت قدرت انتخاب آزادانمون رو پس بگیریم. پس تا انتهای این گفتگو با من همراه باشین تا به این سوال مهم جواب بدیم. چرا حس میکنم مجبورم؟ این اجبار از کجا میاد؟ این حس اجبار یک حس الکی نیست. معمولاً چند تا ریشه عمیق و شناخته شده داره که با دونستنشون نصف راهو رفتی. 1. ترس از تنهایی و خلأ. اولین و شاید قوی ترین دلیل ترس از تنهاییه. برای بعضی از ما بودن در هر رابطه‌ای بهتر از هیچ رابطه‌ایه. این ترس باعث میشه که ما به رابطه‌ای که تاریخ انقضاش تموم شده یا داره بهمون آسیب میزنه بچسبیم. چون از اون خلا و سکوت بعد از رفتن میترسیم که دیگه هیچ وقت کسی نیاد و با نبودن این آدم هویتمون رو از دست بدیم. 2. سرمایه گذاری عاطفی و مالی. دلیل دوم اصطلاحاً بهش میگن مغالطه هزینه غرق شده. مثل این میمونه که بلیت یک فیلم رو خریدی، وسط فیلم میفهمی که چقدر مزخرفه، ولی چون پول بلیت دادی میگی حیفه، باید تا تهش ببینم. توی روابط هم همینه. ما میگیم چند سال از عمرم رو گذاشتم، این همه باهاش خاطره دارم، این همه برای این زندگی مشترک هزینه کردم. و همین سرمایه گذاری های گذشته ما رو مجبور به ادامه یک مسیر اشتباه میکنه. ما به گذشته چسبیدیم، نه به آینده رابطه. 3. تصویرسازی عمومی و قضاوت دیگران. یکی از دلایل بیرونی مهم نگرانی از قضاوت مردمه. اینکه اگه جدا بشم یا این دوستی رو تموم کنم بقیه چی میگن؟ نکنه بگن شکست خوردم، نکنه آبروم بره. ما گاهی اوقات نه برای خودمون بلکه برای حفظ تصویر ایدئالی که از رابطمون توی ذهن دیگران ساختیم مجبوریم که توی اون رابطه بمونیم. 4. وابستگی متقابل ناسالم. این مورد خیلی ظریفه. گاهی ما توی رابطه نقش ناجی رو داریم یا طرف مقابل شدیداً به ما وابسته شده و ما فکر میکنیم که فقط ما میتونیم حالش رو خوب نگه داریم. این حس مسئولیت بیش از حد اجبار عاطفی ایجاد میکنه و ما رو نگه میداره. در واقع ما از رها کردن بار مسئولیت زندگی یک نفر دیگه میترسیم. خب، حالا که فهمیدیم این اجبار از کجا میاد، چطوری میتونیم این قفل رو باز کنیم و اختیارمون رو پس بگیریم؟ من 3 گام عملی بهتون میگم که میتونه بهتون کمک کنه. گام اول، جدا کردن هویت از رابطه. اولین قدم اینه که خودت رو از تعریف رابطت جدا کنی. از خودت بپرس من بدون این رابطه کی هستم؟ اگه جواب دادن بهش سخته، بدون که هویتت رو بیش از حد به این آدم گره زدی. یک لیست بساز. کارهایی که دوست داری به تنهایی انجام بدی. اون اهداف شخصی که توی رابطه فراموش کردی. عزت نفست رو تقویت کن. روی مهارت‌ها و توانایی‌های خودت کار کن تا بدونی ارزش و کفایت تو وابسته به حضور یا عدم حضور هیچ کس نیست. وقتی بدونی هویت تو به زندگی هیچ کسی گره نخورده، ترس از تنهایی کمرنگ‌تر میشه. گام دوم، حسابداری واقع بینانه. اینجا باید مغالطه هزینه غرق شده رو با منطق از بین ببریم. ترازوی رابطه حال حاضر. 2 تا ستون بکش. سودها، چیزی که بهم اضافه میکنه، و زیانها، چیزی که ازم کم میکنه. اگه ستون زیانها سنگین تره، ادامه این رابطه دیگه سرمایه گذاری نیست، بلکه ضرره.
یک سوال جسورانه از خودت بپرس. اگه همین امروز با این آدم آشنا می شدم، با این مشخصات و این شرایط، آیا وارد رابطه می شدم؟ اگر نه، پس دلیل موندن تو فقط ترس از دست دادن گذشته است، نه ارزش حال و آینده. گام سوم، تعیین مرزها و گفتگو. گاهی وقتا اجبار ما به این دلیل ایجاد میشه که ما جرئت نداریم درخواست هامون رو مطرح کنیم یا مرز بذاریم. ببین چی میخوای؟ به جای اینکه بهش بگی من دارم خفه میشم، دارم اذیت میشم، بگو من نیاز به احترام بیشتر دارم، به وقت تنهایی بیشتر دارم، حمایت عاطفی بیشتری میخوام. گفتگوی آگاهانه، صادقانه و بدون اتهام احساس اجبار و نیازت رو مطرح کن. مثلا بگو من حس میکنم که دیگه این رابطه داره به زور ادامه پیدا میکنه. بیا با هم ببینیم چطور میتونیم فضا رو تغییر بدیم یا چطوری میتونیم تصمیم بگیریم. این کار به هر دو نفرتون فرصت میده تا قبل از تصمیم نهایی برای بهبود تلاش کنید. در نهایت ما برای زندگی کردن توی آزادی طراحی شدیم، نه برای موندن توی اجبار. ما این زندگی رو یک بار بیشتر تجربه نمی‌کنیم و قرار نیست برای راضی نگه داشتن دیگران یا ترس از آینده نامعلوم بهترین سالهای عمرمون رو در یک اجبار عاطفی سپری کنیم. من نمیتونم اینجا به شما بگم که بمونید یا برید. این یک انتخاب کاملا شخصیه. اما چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که تصمیم شما باید از جایگاه قدرت انتخاب و آگاهی گرفته بشه، نه از جایگاه ترس و اجبار. آزادی حقیقی در روابط در توانایی انتخاب آگاهانه است. اگه تصمیم به موندن میگیری، باید این تصمیم رو با عشق و اشتیاق بگیری و برای بهتر کردنش تلاش کنی، نه با حسرت و اجبار. اگر تصمیم به خروج میگیری، باید بدونی که داری برای خودت، آیندت و امکان یک رابطه سالمتر فضا باز میکنی. پایان دادن به یک رابطه بد شکست نیست، بلکه پیروزی در احترام به سلامت روان و زندگی خودته. هر کسی لایق رابطه‌ایه که در اون احساس قدرت بکنه، نه قربانی بودن. رابطه‌ای که شما رو رشد بده، نه اینکه شما رو خفه کنه. رابطه‌ای که در اون خواهان بودن هستید، نه مجبور بودن. خود مراقبتی رو فراموش نکنید. اگه توی این موقعیت هستین، کمک گرفتن از یک متخصص، مشاور یا روانشناس نشونه ضعف نیست، بلکه نشونه هوشمندی و احترام به خودته. از این لحظه به بعد به جای اینکه بپرسین اگه برم چی میشه، از خودت بپرس اگه بمونم و تغییر ندم، تا 5 سال دیگه چه بلایی سر روح و روانم میاد. قدرت انتخاب تو دستای شماست. اون رو با ترس عوض نکنید. امیدوارم این صحبت‌ها برای شما قدمی کوچیک اما محکم توی مسیر آزادی عاطفیتون باشه. اگه این محتوا رو دوست داشتین، ممنون میشم که لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. ممنون که تا اینجا همراه هم بودید.